خب دوستان ویدیو نهم در خدمتتون هستم. میخوایم روی ناخنی کار کنیم. ببین 60 رو میذاریم رو لبه ساز، دستمون اینجوری جمع میشه، از انگشت 1 دارم ضربه میزنم. 1 2 3 4. ببین دست 1 2 3 4 میزنیم. 2 3 4 در واقع چنگ میزنه به ساز. خب دست بالای ساز ببین آرنج آوردم بالا که تسلط بیشتری داشته باشیم، ولی کف دستم چسبیده است روی ساز. خب این رو باید کار کنیم تا اینجا بیفته. حالا این رو مثلا در یه 6/8 ساده میشه چی؟ توما رو ثابت نگه داشتم، به جای بشکن و بک از ناخنی در واقع راست و چپ استفاده کردم. حالا برای ناخنی که دارم میزنم دیگه در اونجا لازم نیست شستمون این بالا باشه، در واقع اینجا از مچ پرت میشه ولی به انگشت ختم میشه. تمرکزمون رو انگشته، در اشاره تمرکزمون رو مچه، یعنی ما انگشت اینجا دخالتی نداره، ولی در اینجا درسته که مچ هم حرکت میکنه ولی در نهایت انگشت کارو تمام میکنه. خیلی خوب دوستان، برای رشد کردن باید سختی کشید، برای فهمیدن باید شکست خورد و برای به دست آوردن باید از دست داد. یادمون باشه، پس ناامید نباشید. ان شاءالله که موفق باشید. مرسی.